به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدید. امروز 1 فوریه است، روز نخستین آخرین ماه زمستون امسال. قبل از تفسیر خبر و گزارشات توجه کنید به سرخط موضوعهای روز. توجیک ایر از پرواز ماند. اکنون انتقال جسدهای مهاجران توجیک از روسیه را کی بر دوش میگیرد؟ مادری که بیش از 12 ساله 3 دختر معلولش را پرستاری میکرد، 2 نفر آنها را از دست داد. لطافت حیران ماند و مادر با جگری سوخته. همین خیلی آرزو دارم که هم یک شمانه نگاه بین کنم خداوندا صبر بده. دو پله یک ترازو و یا واکنش به پولکی شدن شهرهای دوشنبه بختر. وزارت نقلیات از فایده حرف میزند، ساکنان از ضربه به کیسه. ما خواهش میکنیم اگر به پول کند با فیض برکه باز زیادتر میشه. اما شروع میکنم از آن که شعبه های 2 بانک بزرگ تاجیکستان در ولایت سوخت سال گذشته پسندازهای یک مقدار مشتریانشان را بازگرداندند. در این باره امروز مسئولین بانک ملی ضمن نشست خبری اطلاع دادند. اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک تا به حال از شرایط بحرانی بیرون نبرآمدند و صدها نفر امکان بازپس گرفتن مبلغ‌های خود را ندارند. عبدالله اشرف گزارش می‌دهد. شعبه بانک ملی در شهر خوجند گفت اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک بیش از 8,500 پسنداز ساکنان ولایت سوخت را برگردانیدند. بیش از 30,000 مشتری دیگر پولهای خود را از این بانک ها بازپس نگرفتند. رئیس بانک حدودی درآمد 6,045 امانتدار اجرا کرده شد با مقدار به این مردم با مقدار 26 میلیون سومانی چی دادند. مبلغشون برگردوندن و باعث افسوس است که حضورم خرج این تشکیلات در نزد امانتگزاران خیلی زیاد است. 29,000 امانتگزار بودن پولش نگرفته. این مبلغ 188 میلیون سوم رو تشکیل میکرد. در تاجیک صادرات بانک در دوره سپری گذشته مقدار نفرانی که حدودارشون بانک اجرا کرد 2570 کسر تشکیل میکرد و باعث افسوس است که امروز این تشکیلات در نزد 2768 اهالی ولایت قرض دارد. مبلغ قرض به 45,008 میلیون سوم را تشکیل می‌دهد. به قول بانک ملی این بانک ها شماره کارمندان خود را تا حد اقل کم کرده بخش ها و مرکز های خدمت رسانی خود را در شهر و ناحیه ها برهم دادند. نماینده تاجیک صادرات بانک گفت تلاش دارند پسندازهای مردم را برگردانند. مشکلی اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک از 3 سال به این طرف ادامه دارد. این 2 بانک کلانترین کشور آخر سال 2015 به مشکل پیچیده نتوانستند سری وقت پول مشتریان را دسترس کنند. این وضع به نوبت طولانی و نارضایی مشتریان از این بانک ها سبب گردید. بینندگان عزیز توجه کنید به یک اعلان. اگر شما شاهد یگان حادثه فوق‌العاده شدید، عکس و نواری دارید که میخواهید با دیگران در میان بگذارید، به ما فرستید. رقم آزادی ویدیو در وایبر و واتساپ +420 724 056 681 است. ما حتما با شما تماس میگیریم. ضمناً طول چند روز اخیر طریق همین رقم بعضی از شما کاربران گرامی درباره تقدیر مادر پرسان شدید که یک باره 3 دختر معلولش را نگاه و بین میکرد. گزارش را درباره این خانواده بیش از 2 سال قبل همکاران ما تهیه کرده بودند. در پی این نفران زیادی پیدا شدند که به آنها دست کمک دراز نمودند. اما متاسفانه طور معلوم شد 2 دختر این مادر درگذشته و خواهر سیومشان افسرده شده است. مادری هم که اراده آهنین داشت و شب و روز در خدمت فرزندان برجا مانده‌اش بود، حالا دعا میکند که خدا لطافت بیمارش را از او نگیرد. مرگ 2 خواهر روزشنو زندگی لطافت 25 ساله را که همیشه روی بستر است تلختر کرده است. قصه زندگی لطافت و خواهرانش برای تماشابین رادیوی آزادی آشناست. این 3 خواهر معلول را مادر در خانه نگاه و بین میکرد. چند ماه قبل یک بار 2 نفر آنها به علت فشار بلندی فوت دیدند و حالا او با لطافت تنها مانده است. میگم چه گناهی کرده باشم ببخشی من. بچه‌ام اونی که نتونستم تو ببخشی. میگم موچه جان گفت و جان داده نمیدونم دیگه نمیدونم.
دولین بلند شد دیگه من پرت تماشم رفتن میدم دختر و دک جوان و ایش دک جوان آدمی محشر جمع شده. سه دختر این مادر به بیماری نادر گرفتار بودند، اما با این همه او از تپش دل آنها شاد بود. باشه میگم نگاه بینشون کنم حالی بعدی و یا میگم که عصبم بزیب شده بعدی و یا خود من نمیگم آدم حس نمیکنم باید و یا باشه من نگاه بینشون کنم و یا را با نقل او بعدی مرگ دو خواهر لطافت خفت و خور را گم کرده است و همیشه به روح خواهرانش دعا می‌طلبد. میگه اوچه جون مرا پیشکم ده بشین موزک تا بخون و حقی اپو میگه دعا که به حقی اپوم دعا که اپوم ساعت شبان میگفت این یاده. درباره سرنوشت این مادر و سه دختر بیمارش 2 سال پیش رادیوی آزادی گزارش داده بود. اون زمان ده ها افرادی خیرخواه به این خانواده دست کمک دراز کردند. زندای ما خرسان شد دعای نیک دون داد همه وقت دعای نیک میداد تا نگی خداوندو برکتیشون نگاه خداوندو عمری درست یم آدم را که ما را هم خیلی نگاه بین کردن یاردم کردن رحمت میگفت. سبب دوباره به این موضوع رو آوردن رادیوی آزادی هم سوالهای زیادی بیننده ها و شنونده ها بود که میخواستند بدانند سرنوشت این مادر با دخترانش چی شد. توهانی هستم خداوندو اگه شفا بده یک شما بینم اگه همین خیلی آرزو دارم که همین یک شمانه نگاه بین کنم خداوندو صبر بده شکرانه خدا میکنم همش ده. گزارشی شهلای عبدالله بود که آن را سروینوز روح‌الله برای شما تقدیم کرد. من برنامه را ادامه میدهم. توجیک ایر یگانه شرکت دولتی هواپیمایی توجیکستان که جسدهای مهاجران کوری فوتیده را از روسیه به توجیکستان انتقال میداد از پرواز ماند. این شرکت دولتی موظف شده بود تابوت شهروندان توجیکستان را که در روسیه فوتیدند رایگان به وطن آورد. شرکت‌های دیگر برای انتقال جسد پول میگیرند. همکارم عبدالله اشورов به پژوهش این موضوع مشغول بود و حالا امکان داریم معلومات نو را از او بگیریم. عبدالله سلام. خودی فوت یک مهاجر توجیک در روسیه البته برای نزدیکان و پیوندان فاجعه است، اما بر ضمن این مسئله انتقال جسد به وطن پیش میآید که تا جای معلوم معرکه پرخرج می باشد. با از پرواز ماندن توجیک ایر این مسئولیت شرکت رو که قبلا توجیک ایر داشت کی بر دوش میگیرد؟ سلام شهلا. با از پرواز باز ماندن توجیک ایر قسمتی از پروازهای این شرکت رو حالا شرکت سومون ایر اجرا میکند. طور برخی از فعالان جمعیتی و رهبران سازمان‌های خیریه که در انتقال جسد مهاجران فوتیده به تاجیکستان کمک میکنند میگویند حالا شرکت سومون ایر جسدها را از شهر مسکو به تاجیکستان انتقال میدهد، ولی شرکت‌های دیگر از جمله شرکت‌های روسی که به تاجیکستان پرواز انجام میدهند برای انتقال جسد پول میگیرند. نرخ انتقال یک جسد برابر به نرخ 3 بلیت معمولی هواپیما بوده است. بنابر نرخ حاضره بلیط ها این تقریبا 45,000 روبل روسی برابر به $700 آمریکایی است که برای اکثریت البته خیلی گران است. عبدالله، در مجموع انتقال یک جسد به تاجیکستان چقدر خرج دارد و در حالتی که پیوندان شخص فوتیده این مبلغ را نداشته باشند چه اتفاق میافتد؟ نخست در مورد نرخ انتقال جسدهای فوتیده شهلا به گفته کارافتادگان نرخ انتقال یک جسد از 100 تا 150,000 روبل روسی خرج دارد. حامیان حقوق تاجیک در مسکو میگویند بیشترین خرج هنگام گرفتن جسد از سردخانه ها صورت میگیرد، چون سردخانه های روسیه خصوصا شهر مسکو برای به نزدیکان دادن یک جسد از 30 تا 50,000 روبل و گاه تا 80,000 طلب میکردند. بر ضمن این 20-30,000 روبل دیگر حق خدمت شرکتی دفن و انتقال باید داده شود که جسد را آماده میکند و تابوت مخصوص جای میکند که تنها با این گونه تابوت شرکت ها آماده هستند جسد را انتقال دهند. آیا یگان آمار نیز هست که چه مقدار جسد در یک سال به تاجیکستان انتقال می‌یابد؟ بله شهلا، فعالان در شهر مسکو مثلا میگویند که تنها در یک هفته تقریبا از 3 تا 4
нафарро ба Тоҷикистон мефиристонанд. Тибқи омори расмӣ дар 9 моҳи соли гузашта 85 нафар муҳоҷирони тоҷик дар Русия фавтиданд, аммо бинобар оморҳои ғайрирасмӣ ҳар сол то 1000 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон дар ғурбат бо иллатҳои мухталиф аз олам чашм мепӯшанд ва ҷасади онҳо ба Тоҷикистон интиқол дода мешавад. хеле дардовар аст. Ташаккур Абдулло барои суҳбат. шумо барномаи хабарии радиои Озодиро тамошо доред. эҳтимоли дар охири соли ҷорӣ пулакӣ шудани шоҳрои Душанбе Бухтар аз ҳолу баъзе сокинон ва ронандагони кишварро нигарон кардааст. онҳо мегӯянд иқдоми мазкур ба киссаи беин ҳам тиҳии онҳо зарбаи иловагӣ мезанад. аммо вазорати нақлиёт бар ин бовар аст ки шоҳрои пулакӣ равои мардумро дар 4 фасли сол таъмин мекунад ва ба буҷаи давлат ҳам фоида меорад. гузориши ҳамкоронамон аз телевизиони настоящее времяро дар ин бора Муъмин Аҳмадӣ тақдим мекунад. شاهرای دوشنبه بختر از راههای مهم و سرروایی تاجیکستان محسوب می‌یابد. هر ساعت طریق این راه تا 1000 ماشین حرکت می‌کند. گذشته از این در کناره‌های آن ده‌ها جماعت و روستاها جایگیرند. ساکنان این منطقه از تصمیم مقامات برای پولکی کردن شاهرای دوشنبه بختر ناراحتند. نرخ می‌خیزه با نخسته میشه و نرخ مشروط می‌خیزه. نمیرسه زورشون چی میرسه؟ مثال نمو ارز 3 بار مغازه میریم 3 بار بیم با 500 بتیم. ما خواهش میکنیم اگر به پول کند با فیض برکه باز زیادتر میشد. 3 سومون کنن اتاش تو کسی قرغان میروه قرغان 5 سومون کنن 10 سومون کنن برای کی و یا استفاده میبرن ماشینای بارکش همین میروه همین ماشینایی که بار میبرن کلوب قرغان دغره چریزه میجا میروه میکشته ضرر میشوه ضرر میشه آو زمین نوک بانوک میمونه از بسیار هم شفیه رو تا برای آدمای همین قشلاق باشه یا همش کم بغلن به پول باشه خوبه. تاجیکستان فعلا یک راه پولکی دارد. شاهرای دوشنبه چناق که مرکز کشور را با شمال پیوست میکند. مقامات وزارت نقلیات میگویند تجربه ثابت کرد که از پولکی شدن این راه استراتژی تمام کشور فایده گرفت. ما همین فکر را داریم. حساب و کتاب کرده ایستاده ایم. خودتان شاهد اول شدیدتان که راه پولکی دوشنبه خوجند از لحاظ اهمیت اقتصادی و استراتژی خود به طور مثبت نشان داد. همین برفباری تلمخراوی اگر همین راه پولکی نمیشد استفاده این راه وزارت نقلیات با این مبلغ‌ها جدا کرده شده برآمدنشان امر محال بود. در حال حاضر کارهای بازسازی شاهرا ادامه دارد. طبق لایحه راه با خرج تقریبا 97 میلیون دلار گرانت و قرض بانک آسیایی رشد، بنیاد اوپک و بیش از 17 میلیون دلار سهم تاجیکستان بازسازی می شود. ظاهرا مقامات می خواهد از راهی که تقریبا به پول صاحب شده است فایده به دست آورد. کامل بابایف کارشناس بخش نقلیات میگوید راههای پولکی در کارند، اما این مبلغ نباید از همه استفاده برندگان ستانیده شود. بر علاوه باید راههای الترناتیوی برای روا مساعد وجود داشته باشند. کارشناسان وضع راهی الترناتیوی را که حالا پیشنهاد می شود قناعت بخش نمی دانند. اگر پولکی شود صفت آن به خطری آن در اقلیم هایی که ما امروز در نظر داریم برفای زیادی که هستند ما این روزا شاهد میگردیم خب به خطری بلند می شود. یعنی که برای استقامت کنندگانی یعنی که برای شهروندان جمهوری تاجیکستان همه چیز کمتر بار می شود، یعنی که دشواری بر میان می آورد. بنابر همین سبب اگر خوب می شد که راههای یعنی که پولاکی رو بهره اون نفرانی میکردن که مثلا ترانزیتی از کشور میگذرن یا اینکه با ماشینای بارکشی که هستن که البته صفت راه رو ویران میکنن حساب وزن زیادشان. قرار است راه نوی چهارخطه دوشنبه بختر در آخر همین سال بعد اتمام کارهای ساختمانی پولکی شود. هنوز نرخنامه استفاده راه و همین گونه تعداد مرکزهای پولچینی معلوم نیست. مقامات نیت دارند شاهراهای دیگر کشور را نیز تدریجاً پولکی کنند. با عرض سپاس از آن که در این 15 دقیقه ما را تماشا کردید. برنامه امروز را پایان میبریم. نوارهای جالب و گزارش‌های روز را در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. چون معمول فردا برنامه خبری نداریم ولی صبح بر وقت نویدی بامدادی تقدیمتون میکنیم. خدا نگهدار.